میدونم به همه شما علاقه رو میشناسید. من برنده برنامه تلویزیونی دوستان پلوس و اینچنین یکی از اکتوران اساسی سریال دوستان میباشم. هم در سریال و هم در برنامه تلویزیونی ما درباره اینترنت حرف میزنیم و برای باسواد شدن در اینترنت کمک میکنیم. من میخوایم امروز با شما درباره لایک ها در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام صحبت کنم. لایک ها علامت‌هایی است که به مشتریان عکس یا پیام شما پسند آمده است. پست‌های نیز هستند که شوق و هوس را بیدار نکردند و به شما لایک نگذاشتند. در بین ما آدمانی هستند که به این اهمیت نمیدهند و آنهایی هستند که از نزد پوبلیکاسیشان گذاشتن پادپیشگاه خیلی خفه میشوند. علاوه بر لایک ها مشتریان اینچنین میتوانند در زیر پست شما بهای بد دهند و دیگران آن را دیده میتوانند. چنین آدمانی هستند که به صورت ها نه از جهت مثبت بلکه از جهت منفی بها میدهند. سبب های دیزلایک ماندن معلوم نیست. شاید آن روز طبع مشتری بد بود. آدمان با خصلت و روحیه گوناگون فرق میکنند. بیایید به شما درباره گروه ها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر معلومات دهم. چنین می شود که شما صفحه‌تان را در فیسبوک می‌گشایید و در صفحه یا لینک کانال شما رکلام زیادی موجودند و اطلاعاتی که برای شما جالب نیستند. آنها از کجا و چگونه پیدا شدند؟ شاید دوستانتان شما را به گروه ها دعوت کرده باشند و شما به آنها باور کرده آمون نشده اید. شما عکس و ویدیوهای نالازم را نصب میکنید و فردا آنها دوباره پیدا میشوند. در این دستور من به شما میگویم و نشان میدهم که چطور خود را از دعوت به گروه های گوناگون پیشگیری کردن ممکن است که همیشه دعوتنامه های آدمانی گوناگون را نصب کنید. باید تکرار میکنیم با زبان روسی.